با این صحبت باز استادان گرامی حاجی اسماعیل پیر محمد زاده عضو شورای علمای دین جمهوری و شاعر توانا سلیم خطلانی که هم نامزد علمی فیلولوژی هستند و در این رشته کاری علمی بردن به انجام رسانیدن دعوت نمودیم تا صحبت را گرم بدارند و این اسرار را آشکار بسازند تا آنجایی که قدرت و توانایی داریم. و اینک صحبت از استاد است حاجی اسماعیل پیر محمد زاده که هرچی باشد نظم و نثر اندر زمن نیست الا نغمه های نغزمند از خوش زین نغمه های جانفزا مثنوی در 6 مجلد یک نوا. درباره مثنوی حضرت میخواهیم که شرح بدین این کتاب ها را، چگونه کتاب ها است و در کجا به طبع رسیدن و نیز در 6 جلد است. بعضی ها بر این عقیده‌اند که مثنوی در 7 جلد است، در 7 دفتر است. حضرت میخواهیم صحبت را ادامه بدیم. بله، گپ سری این میرود که از زمانی که خود را یاد داریم و پیش استادان میخواندیم حتما در جستجوی کتاب مثنوی بودیم. برای همین از قدردان ها و آنهایی که ما را یک نوع با یکدیگر الفت و یکدیگر فهمی داشتیم، از آنها که چون به خارجه می رفتند تقاضا میکردیم که کتاب مثنوی بیارند. من همین کتاب هایی که بالای میز ایستادگی هستند تاریخ های گوناگون دارند. من این مثنوی که عبارت از 4 مجلد و 6 دفتری مثنوی هست در وطنی خاک شده محی الدین مخدوم مولانا جلال الدین بلخی ثم رومی رحمت الله تعالی علیه در کونیا چاپ شدگی هستند. در کونیا. و خیلی کتاب عجیب است که در حواشی اونها شرح‌های او گفته شده است و من ورق‌های اول او را میکشم که خیلی زیبا اند و در اینجا باز همون شعرهای مشهوری مولوی را آوردند که مدت این مثنوی تأخیر شد، مهلت بایست تا خون شیر شد، به فضل رحمانی و امداد یزدانی و طفیل احمد لاثانی. انا همین کتاب که گر ز سطر معرفت آگه شوی لفظ بگذاری سوی معنی روی میگوید و مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی. خوشتران باشد که سیری دلبران گفته آید در حدیث دیگران. شما یک میبینه ما 3 تن اینجا صحبت آراستیم، از مولانای روم صحبت کردیم، از ایجادیات او صحبت کردیم، از عشق و از نفیر نی او اینجا صحبت کردیم. لیکن سیری دلبران خیلی زیبا میتابد که از زبان دیگران شنیده شود، از زبان دیگران شنیده شود. از الهامات حضرت محی الدین مخدوم مولانا جلال الدین رومی رحمت الله علیه که این کلام بر کمالش دلالتگر است. من چه گویم وصفیان عالی جناب نیست پیغمبر ولی دارد کتاب. این گفته های مولانای جامی هستند که در حق ایشان گفتند. و این جلال الدین رومی به دیوار حریم دل بیاویز. بله و در همون خلقت آدم علیه السلام هم در تفسیر همون بشنو از نی مولانا اقبال لاهوری خیلی خوب گفتگی هستند که نعرزت عشق که خونین جگر پیدا شد، خودگر خودنگر خودشکنی پیدا شد، خبری رفت بگردون ز شبستان ازل، خبری رفت ز گردون به شبستان ازل، حذری پردگیان
پرده‌دری پیدا شد. و این شاگردم سعید علی از ایشان خواسته بودم که یک مثنوی بیارند. اون کس در غاشیه این کتاب که چاپ افغانستان است، تمنا ز استاد ما شد چنین که گر خواهم از وی شنید آفرین، ز شادی به قلبش نوی آورم برایش همین مثنوی آورم. و این چاپ افغانستان است و خدا رحمت کند سبزعلی صوفیوف، شادروان سبزعلی صوفیوف پیش از مرگش من این کتاب مثنوی را که خیلی خیلی چاپ عالی است و اون کس یک دو روز پیش از مرگش همین کتاب ما تحفه داده بود و این چاپ خیال میکنم که این هم چاپ افغانستان است و اون کس از افغانستان آورده بوده اند و بهترین تحفه از افغانستان اون کس برای یادآوری آورده بودند. سالهای پیش، خیلی پیش، هنرمند مردمی تاجیکستان از ایران من این تحفه مثنوی را آورده بود. دولتمند خال، هنرمند مردمی تاجیکستان. و ناگفته هم نماند که دولتمند خال شاید از اون هنرمندای باشند، از اون آوازخوانای باشد در جمهوری ما و عموما در عالم فارسی زبانان که بیشتر به سماع مولانا فرو رفتند، مولانا را، سماع مولانا را درک کردند و زیاده از هر هنرمند دیگر از مولانا از یاد میدونند و میخوانند. تو جایی که در ایران است، تو جایی که در ایران را دور مشو معروف است. و مثل اون که در این زمره بیشتر استاد آدینه هاشم زیاد میدانستند. مولانا از اون دولتمند خال از اون شاگردانی هست که مثل که استاد فیض علی حسن در اینجا، مثل که پسر استاد آدینه هاشم و برادرشان عبدالخیر هاشم و رحمت الله زیاد توجه دارند. استاد ظفر خیلی خوب میسرایند و تلفظ میکنند سخنهای مولانا را. روش آثار مولانا چنان که گفتیم از استاد دولتمند خال شما یاد کردین که این کتاب رو برای شما تحفه آوردند. شاید کشایش کارشان هم در همین بود که با مولانا رو آوردند و تا اون اندازه ممتاز شدند که در آثار مولانا که گمان میکنم که به مثل دولتمند نابغه آثار مولانا است که هیچ کس مثل دولتمند موسیقی مولانا را احساس نکرده. شما مرام ببخشید، وقتی که دولتمند خال در صحنه زال بسیار بسیار پردبدبه و با حشمت یونسکو برآمد میکرد و رقص چنین میانه میدانم آرزوست، زین همراهانی سوست عناصر دلم گرفت، شعری خدا و رستم دستانم آرزوست. زبان مولوی، زبان مادری تاجیکی ما آنجا صدا میداد وقتی که او مکافات میگرفت کو چی یک حالت هیجان بخش بوده. و من به این کتاب ها نگریسته یادآوری از بزرگان کرده به خیالم که سخنمان را با گفته های بسیار بسیار ناتکراری لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی به اتمام میرسانیدیم خیلی خوب میشد که میگفتند که هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. این دوام مولوی است که در جریده های عالم دوام او، نام او ثبت است، اونو نمیمیرن. چنانه که میرزا بیدل گفته بود که بعد مردن شعله آواز ما خاموش نیست، خیزد از تاری رگ سنگ مزار آهنگ من. پروردگارا روح مولانا را از ما و شما شاد بگردد. شب از مطرب که دل خوش بود وی را، شنیدم ناله جان سوزینه را. چنان سوزیش بر جانم اثر کرد که بی رقص ندیدم هیچ شی را. همون رقص است، همون رقص است که بی ریقت ندیدم. ریقت هم کمتر آهنگ دیگرتر می شود.
و چیز میشه. همون رقص است که رقص چنین میانه میدانم آرزوست. یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقص چنین میانه میدانم بگشای لب که قند فراوانم آرزوست. این ماه روخ که باغ و گلستانم آرزوست. این آب و نان چرخ چو سیل است بی وفا، من ماهیم نهنگم و عمانم آرزوست. والله که شهر بی تو مرا حبس می شود، آوارگی کوه و بیابانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همه گشت گرد شهر، که از دی بودت ملولم و انسانم آرزوست. ای آفتاب رخ بنما که از نقاب ابر، آن چهره مشعشعی تابانم آرزوست. سلامت باشید.